از معروفترین آنتاگونیست های رزیدنت ایول 8 ویلیج میتونیم از آلسینا دیمیترسکو نام ببریم. آنتاگونیستی که برخلاف سر و صدایی که کرده بود توی بازی حضور آنچنان پررنگی نداشت و تنها تو 2-3 ساعت اول گیم پلی ویلیج باهاش رو در رو میشیم. اما با این وجود خیلی از ایویل فنا ایویل 8 ویلیج رو به آلسینا دیمیترسکو میشناسن. توی این ویدیو اومدم تا بدون تعصب این آنتاگونیست رو نقد کنم و از دلایلی بگم که چرا آلسینا دیمیترسکو با وجود محبوب بودن نمیتونه به دنبال کننده هایی مثل نمسیس و مستر ایکس برسه. پس اگه علاقه‌مند به این موضوع هستید خوشحال میشم تا آخر این ویدیو همراهی کنید. از همینجا سلام میکنم به تمام رفقا و بیننده ای عزیز و بامرام. من شاهینم و اینجا هم چنل خودتون یعنی گیمینگ ورلد. دوستان اگه علاقه‌مند به ویدیو گیم و به خصوص علاقه‌مند به بازی رزیدنت ایول هستید خوشحال میشم چنل خودتون یعنی گیمینگ ورلد رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. بریم سراغ اصل مطلب. یکی از دلایل محبوبیت دیمیترسکو در بین گیمرها و ایویل فنا تبلیغ خوب کپکام از این شخصیت بود. ایویل 8 قبل از اینکه عرضه بشه با مراسمات شوکیس کپکام تمام طرفدارای ایویل رو هایپ کرد. نشوندن قلعه دیمیترسکو و زن بلندقد اشراف زاده‌ای که توی قلعه‌اش ایتن رو دنبال میکرد خبر هایپ کننده‌ای به حساب میومد. اینکه ببینیم دقیقاً دیمیترسکو قراره توی قلعه‌اش چطور ما رو بترسونه و هزار سوال دیگه باعث به وجود اومدن هایپ های شدیدی شد. از طرفی زمانی که از این شخصیت رونمایی شد به دلیل طراحی جذابش و صدای خوب و تاثیرگذاری که داشت بین ما گیمرها سر زبون ها افتاد و تبدیل شد به نماد مهمی از نسخه 8 رزیدنت ایول و یکی از مهمترین دلایل کپکام که باعث شد توی مراسم شوکیس بیشتر روی لیدی دیمیترس مانور بدن یکیش این بود که خب بخش قلعه دیمیترسک و کلن بخش آلسینا دیمیترسک مربوط میشد به اوایل بازی و دوم اینکه لوکیشن قلعه دیمیترسک یه جورایی نزدیکترین حس رو به عمارت‌های ایویل های قدیم میداد که خب باز همین موضوع به فروش ایویل 8 کمک زیادی کرد. اما زمانی که ایویل 8 عرضه شد و ما تجربهش کردیم متوجه شدیم که آلسینا دیمیترسکو هیچ جوره نمیتونه یه آنتاگونیست تاثیرگذار باشه. ببینید یکی از بزرگترین مشکلات دیمیترسکو جدا از این که ظاهر زیبایی کلن داشت و اصلا کلن ترسناک نبود توی دنبال کردن مخاطب هم قوی ظاهر نشد به استثنای بخشایی از قلعه مثل بخش سیاهچاله که دست ایتن رو از تنش جدا کرد ما بقیه قسمت ها فرار از دستش راحت و هیچ استرسی به شما نمیده. اصلا توی قلعه دیمیترس تنوع انمی هم نداشتیم. فکرش رو کنید قلعه‌ای که از دور یه همچین نمایی داره سر هم تمام طبقاتش تازه میشه طبقه اول عمارت اسپنسر ایول 1. بذارید اینجوری بهتون بگم قلعه دیمیترس و کلا خود آلسینا دیمیترس مثل یه بادکنکی میمونن که به نظر خیلی داخلش پرمحتواه اما وقتی سوزن رو به بادکنک میزنیم تازه میفهمیم که خب داخلش چی نیست. از مهمترین دلایل هم که باعث شده با دیمیترس کنار نیام نقش بی هدف و بی اساس دختراش تو بازیه. اگه موقع فرار از دیمیترسکو موقعی که ازش دور میشیم فرزند دیمیترسکو یکی از دختراشو احضار میکرد تا سرعت ما رو کم کنه اگر شرکت کپکام این ایده رو پیاده میکرد خب قطعاً با یک دنبال کننده تاثیرگذارتری طرف بودیم. To hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. این یه نمونه از کارهایی بود که کپکام میتونست توی ایویل 8 انجام بده یا از مینی باس های توی قلعه دیمیترس بذاره که چالش رو ترس بازی رو بیشتر کنه. همه اینا رو با حضور کوتاه لیدی و روشن بودن قلعه‌اش و معماهای ساده جمع ببندید تا از عمق فاجعه پی ببرید. اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم آلسینا دیمیترس توی بحث داستانی و عملکردی به عنوان یه آنتاگونیست فرعی ایویل 8 واقعا خوبه و تا حدی باهاش حال میکنید اما اگه به عنوان یه دنبال کننده و یه دشمن ترسناک بخوایم بهش نگاه کنیم رکو پوسکنده بگم ریده. خب رفقا این بود از ویدیو بررسی آلسینا دیمیترسکو. امیدوارم این ویدیو براتون جذاب و مفید بوده باشه. اگه دوست دارید بیشتر از رزیدنت ایول 8 تو چنلم بذارم خوشحال میشم این ویدیو رو لایک و چنلمون هم سابسکرایب کنید.
دمت دیگه رفقا و بیننده عزیز و مرام گرم، واقعا عشقید. تا ویدیوی بعدی میبینمت. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round.